گم من دستی و علما میره ثابت کنی که رسول الله میره کم دستاره بالا کنه. پیغمبر دستاره کف دست طرف قبله کردن، گشتاره راست کرده، خیلی با هم گشاده نه، با هم چسبیده نه، در حالت عادی تا سینه را، تا شانه را، تا زیر گوش، تا سر گوش، تا اینجا در نرمی گوش چسبانده در کجا آمده؟ بله امام ابو حنیفه رحمه الله گفته ما عمل رسول الله را تعقیب کنم یا گفتار امام ابو حنیفه رحمه الله؟ تشریح نماز رسول الله میکنه امام ابو حنیفه رحمه الله میکنه، لیکن ما در بازار کتاب میخریم نماز حنفی. چرا نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشه؟ نماز محمدی نباشه؟ تو رسول الله را قبول داری؟ رسول الله را قبول داری؟ با کدام پیغمبر تو تابعدار هستی؟ به الله قسم ای علما باز براتون میگم، این ملت در این تاریکی شما گذاشته که امروز صراحتا از حدیث پیغمبر سرپیچی میکنه از دست تو، که تو مقام و منزلت رسول الله را برش بیان نکردی، مقام و منزلت امام ابو حنیفه رحمه الله را برش بیان کرده رایستی، او را در ثریا بالا کردی، در ثریا که رسول الله را منزلتش برش نگفتی که قول رسول الله چه اهمیت داره. حالی ما کدامش عملی کنم شما بگوید؟ قول خلاصه که از امام ابو حنیفه هم نیست رحمه الله، کسی ثابت نمیتونه که این قول امام ابو حنیفه رحمه الله. یک نفر ملا خود حنفی گفته در اونجا نوشته کرده بی سند بی دلیل، نه عمل صحابی را نقل میکنه نه قول رسول الله را، نه فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم. کل مسجدها که بره الله اکبر که میگه انگشتا قاد کدگی به پره طرف کلش بره فیلم پوری کنه، تصویر برداره، بگو من دستی و علما میره ثابت کنه که رسول الله میره کم دستاره بالا کنه. پیغمبر دستاره کف دست طرف قبله کردن، گشتاره راست کرده، خیلی با هم گشاده نه، با هم چسبیده نه، در حالت عادی تا سینه را، تا شانه را، تا زیر گوش، تا سر گوش، تا اینجا در نرمی گوش چسبانده در کجا آمده؟ بله امام ابو حنیفه رحمه الله گفته ما عمل رسول الله را تعقیب کنم یا گفتار امام ابو حنیفه رحمه الله؟